فوق‌العاده است. این مثلا جایی که سر اختلاط میدن چه کارخونه‌ای که به قول معروف یه 40 مگاپاسکال 45 مگاپاسکال بتون خوبیه. خیلی خوبه. 10 مگاپاسکال جا دیگه خودشون میکشن دیگه 200 مثلا طراحی‌ها خب طراحی‌ها خیلی 80 داره. 280 دیگه که 10 بیشتر بشه شهریه نمونه. همه میگن 210 که نمونه نده. بعد حالا 210 هم ممکن نرسن تا 80 نمیرسه من غیر ممکنه. بابا سر کار وقتی طرف میسازه اون میدونی که وقتی میگه 210 شما باید درخواست بده 240 بدید. طبق آیین‌نامه است. منظور انعاف معیارشه واقعا. نه اون چیز تبدیل مکرر به استوانه‌ای. چیه؟ این تازه 45 که من دارم به شما میگم استوانه‌ایشه. یعنی 8 ضریب کاهش خورده بشه. استوانه‌ای داریم. استوانه‌ای رو دارم بهتون میگم. این رده آیین‌نامه استوانه‌ای دیگه. بله. یعنی اینو شما ضرب در 1.2 بکن میشه اون نمونه مکعبی که ما گرفتیم. چون مقاومتش بالا تقریبا مثل حالت برابری میشه. هرچی بیشتر باشه حالت برابری. هرچی بیشتر باشه اون ضریبه کمتر.